روز 25 ینور سال 2024 در تولدخانه بیمارستان استقلال در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان طفلان چهارگانه به دنیا آمدند. در این باره در فیسبوک با نشر عکس این طفلان چهارگانه خبر دادند. درباره شخصیت پدر و مادر این طفلان چهارگانه چیزی گفته نشده است. درباره وضع سلامتی مادر و طفلان نوزاد نیز معلومات داده نشده است. آژیا پلیوس روز 26 ینور خبر داد که در بخش تولدخانه بیمارستان استقلال نیز تولد چهارگانه را تصدیق کردند، ولی از ارائه جزئیات دیگر خودداری ورزیدند. این بار اول نیست که در تاجیکستان چهارگانه ها به دنیا می آیند. تنها از اول سال 2024 این علاقه دومین مورد تولد چهارگانه ها در تاجیکستان است. روز 14 ینور سال 2024 میجگونا اسویو ساکن 27 ساله دهه قزلقلعه نویه خراسان ولایت ختلان که قبلا یک فرزند داشت، این دفعه یک باره چهارگانه دو پسر و دو دختر به دنیا آورد. قبلا ماه ایون سال 2022 یک ساکن 27 ساله جماعت مرزی چورکوی اسفره 4 دخترچه تولد کرده بود. در عرفه سال نو 2021 ساکن 30 ساله نویه قبادیان ولایت ختلان دلنوزه محمدووا یک باره 5 فرزند، 2 پسر و 3 دختر به دنیا آورد. ماه ینور سال 2023 باشد در تولدخانه شهر خوجند بار نخست در تاجیکستان 6 نفر 2 پسر و 4 دختر تولد شدند، ولی بعد یک روز طفلان نوزاد فوت دیدند. سطح تولد در تاجیکستان بلند باقی میماند. از روی افزایش اهالی در بین کشورهای پس و شوروی تاجیکستان در جای اول قرار داشته. طبق آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه 2.2% یا تقریبا 200,000 نفر میافزاید. سال گذشته شماره اهالی تاجیکستان به 10 میلیون نفر رسید. انتظار می رود که تا سال 2030 اهالی تاجیکستان از 11 میلیون نفر گذرد.